تفاوت have, has, had رو همین الان یاد بگیر. هر سه اینها به معنی داشتن هستند، اما در زمان حال برای فاعل های I, you, we و they have میذاریم و برای she, he, it has قرار میدیم و در زمان گذشته برای تمامی این فاعل ها از had استفاده میکنیم. حالا مثال ها رو نگاه کنید. اون یک ماشین قرمز داشت اینجا زمان گذشته رو نشون میده و فرقی نمیکنه که فاعل چی باشه. براش از had استفاده میکنیم. She had a red car. آنها یک خانه بزرگ دارن زمان حال رو نشون میده و برای فاعل they از have استفاده میکنیم. They have a big house. او مقداری پول داره اینجا دوباره داره زمان حال رو نشون میده. He brings some money. حالا با توجه به توضیحات بالا جواب این رو شما برام کامنت کنین.